مستاجریم هیچی. 200 تومن کرایه دادیم. فقط بتونیم کرایه و خونه در بیاریم. خانواده این با خانومم خواهر خانومم. خب پس چرا اومدی داداش من؟ به خاطر کشورم، به خاطر ملت که اومدن ما باید بیایم بالاخره. خب وقتی نیام اون برای فکر می‌کنم مثلا ایران هیچی نیست. این همه جمعیت رو می‌بینم واقعا ذوق می‌کنم که با این همه مشکل بازم هستیم. واسه اینکه خون شهیدا پایمال نشه، مخصوصا خون شهید رئیسی که به خاطر ما جونش رو گذاشت کف دستش دیگه. دلار 100 برابرم قیمتش بشه، ما باز میایم پای کار انقلاب وای میسیم. آقای رضوانی، من با این دست‌ها نون جنگ رو پختم، برای جنگ بافتم، قطره قطره خونم فدای این مملکت و آرمانها. دلیل بر این نمیشه به خاطر مشکلات اقتصادی یا هر چیز دیگه این حجم از شهیدایی که از دست دادیم، عزیزانی که از دست دادیم و ول کنیم بزنیم نقشه‌های دشمن به راحتی بیاد توی کشور و اعمال بشه. خیلی دلم میخواد رهبرمو ببینم، خیلی دلم میخواد. گفتین حالا انشالله آقا ببینن و شرایطی فراهم شه توی یکی از دیدارها. خیلی دلم میخواد، بزرگترین آرزوم اینه که رهبرمو ببینم. از شما شاید اومدی بگی آقا با آمریکا باید دوست شیم ها؟ نه اصلا. اون چیزی که ما میخوایم اون باید بیاد امضا کنه. اون قراردادی که ما دوست داریم اون باید بیاد امضا کنه. ترامپ کلی تهدیدمون کرد. غلط کرده، هیچ کاری نمیتونه بکنه. گفته باید بیاید امضا کنید قرار. بی خود کرده. اگه گردنم نم بزنه ما این کارو نمی‌کنیم. بله. آمریکا کی به تعهداتش عمل کرده که بخواد الان باش مذاکره کنیم یا بخوایم باهاش عهدی ببندیم؟ اون اصلا عهد حالیش نمیشه. رهبر معظم انقلاب مذاکره با آمریکا هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست. به خاطر اینکه تا حالا 1000 بار سر ما رو کلا گذاشتن. یه شهید اقتصادی میخوایم سینه‌شو علم کنه وایس جلوی این نامردا. ما بیشتر از اینکه از بیرونیا بخوریم از داخلیا میخوریم. میگن جوونا دنبال ارتباط با آمریکان که من که کاملا مخالف. ما 8 سال خودمون به تنهایی جنگیدیم، پیروز شدیم. انشالله این بار هم میتونیم از دست مشکلاتمون دهه چندی هستی؟ 8 سال. دانش آموزاتون بگن چرا با آمریکا اعتماد نکنیم چی میگی؟ بهش توضیح میدم که آمریکا چجوری بوده، با ما چه پدرکشتگیایی داشته، به بیمارای ما چه داروهایی رو نداده، چجوری ما رو تحریم کرده، همه رو بهشون توضیح میدم. چه صحبتی با مسئولین داری شما؟ یه کوچولو به فکر باشم بد نیست. آقای رضوانی توقع مردم فقط یه ذره این گرونی رو کنترلش کنن خیلی خوبه. معیشت مردم رسیدگی بشه که به هر حال این درد دل مردم هستش. خرمایی که در 3 روز پیش خریدم 110 تومن میگه 130 تومن. بهش گفتم چرا؟ میگه که دلار گرون شد 20 تومن. نمیدونم این رئیس جمهور آمریکا صحبت گفتم ما به دلار چیکار داریم؟ لطفاً همونجور که در حرف به حرف‌های مقام معظم رهبری اذعان می‌کنی در عمل هم نشون بدید. اینجوری مردم میفهمن. خیلی ها اومدن در حرف گفتن ولی از چشم مردم افتادن. فقط اینه که حرف مردم رو تو همه جا گوش بدن. حتی اگر یک شخص بسیار کوچیکی باشه حتما یه درد و دلی داره که میخواد بیاد با شما صحبت کنه. محبت کنید به این ملت، خدمت کنید به این ملت، مردونه پای کار باشن و تلاش کنن مشکلات مردم رو برطرف کنن. چه مشکلیه؟ مشکل اقتصادی داریم، مشکل اشتغال جوونا رو داریم. همونطور که سردار بزرگوارمون شهید بزرگوارمون سردار قاسم سلیمانی گفتن جمهوری اسلامی حرمه، ما تا پای جون و دلمون پای این حرم هستیم. از همه مسئولین هم میخوایم این جمله رو همیشه به یاد داشته باشن و با جون و دلشون مراقب این حرم باشن. حرم کل جمهوری اسلامی حرم وجوبش کمتر از حرم حسین نیست. کل جمهوری
جشن میلیونی ایرانی ها به یمن میلاد او که می آید و جهان را پرنور می کند. علاوه بر مسجد جمکران که میزبان بیش از 4 میلیون زائر از ایران و دیگر کشورها شد، مردم دیگر شهرها و روستاها هم با دلی پر امید در راه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف گام برداشتند و جشن گرفتند تا ارادت خود را به صاحب زمین و زمان نشان دهند. اللهم عجل لولیک الفرج یا ابا صالح. اومدم با آقا امام زمان بیعت ببندم. همه در 70 80 90 همه اومدیم اعلام کنیم که سرباز آقا امام زمان هستیم. نیمه شعبان مبارک. این شیرینین تقدیم به شما شیرین کام باشید. تبریک به زهرا و علی یا ابا صالح القد ادرکنا. یوسف فاطمه توی آرزویم ابا صالح ابا صالح. بر بام سحر طلایه‌داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید. آخرین سالی باشه که بدون حضور خود حضرت جشن تولدشون رو جشن کنیم. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با راهپیمایان فجر انقلاب وارد یک معامله شده. با یک جایزه نفیس بین مردم در راهپیمایی فجر 46 اومدیم، اما شرطش اینه که این دوتا قرارداد رو بپذیرن. ما یه جایزه نفیس ترتیب دادیم، یک خودرو تقدیم میکنیم به کسی که بپذیره. نه من میخونم. شما اینم تعهدات ماست. متحد میپذیرد در ازای دریافت جایزه فرزندانش بیشتر از دوره متوسطه اول درس نخوانند. نه نشد. نمیشه؟ نه نپذیرفتم. 2. متحد میپذیرد خودش و اعضای خانواده‌اش هرگز تلاشی برای ادامه تحصیلات تکمیلی در مقاطع بالاتر از چیزی که تا به امروز کسب کردن نداشته باشد. آقا ترکمانچای نوشتین؟ متعهد میپذیرد یک نسخه از ریموت پارکینگ محل زندگیش را در اختیار طرف دیگر این قرارداد قرار داده و هیچ گونه اعتراضی نداشته باشد. نه اصلا نمیشه. اینم نمیخونه. نه اصلا دیگه تعهدات ما رو هیچ راهی نداره. عقلانی نیست. خدا یه موهبتی به انسان داده به اسم عقل. خب گاهی وقت آدم باید از عقلش استفاده کنه. هیچ کدومش درست نبود. یعنی چی شما باید به وسایل من استفاده کنید؟ مثلا این جایزه احتمالاً همون لحظه اول که دریافت کنیم پس گرفته بشه دیگه با این مفادی که هستش. خب ما هم تعهد کردیم دیگه. چه تعهدیه؟ هیچ سودی توش نیست. این قرارداد اصلا قابل چیز نیست، نابرابر استعماریه. فقط داریم امتیاز میدیم یا هیچ آورده‌ای برای ما نداره. چرا منطقی نیست این قرارداد از نظر شما؟ برای اینکه یه طرف است و برای طرف مقابل تحصیلات بیشتری در نظر گرفته شده. یاد اسرائیل افتادم، یاد آمریکا افتادم، یاد این رئیس جمهور خوشگلشون افتادم. واسه ما که بیریخته. این قراردادو دیدین یاد کدوم کشور افتادید؟ آمریکا. مذاکره با آمریکا چقدر سود داره؟ برای ما که ضرره، سودی نیست. کانادا که همسایه‌شون هست با اون قدرت بسیار بالا و پرروگرانه‌ای که داره میگه که از بعد تو مال منی، یعنی تو یکی از استان‌های من، یکی از ایالت‌های من قرار داشتی. خب یه نفر که اینقدر پرروه ما چرا باید بشیم باش صحبت مذاکره داشته باشیم؟ ما بارها جلو رفتیم، مذاکره رو کردیم، تا حدی نرمش هم نشون دادیم، ولی چیزی جز بدتر شدن اوضاع ندیدیم. آمریکا نشون داده بعد از این همه سال که به قول و به عهدش هیچ وقت عمل نکرده. فقط یک دروغ بیش نبودن. الان جدیدن میگه که شما باید هم صنعت فضاییتون رو کلا تعطیل کنید، هم برد موشکاتون رو کم کنید. بله. البته غلط زیادی کرده. بعد چجوری از خودمون دفاع کنیم؟
وقتی که همه چیزامون رو دادیم بعد چجوری می‌خوایم از خودمون دفاع کنیم؟ دیگه نیاز به مذاکره نداره که. پیشینه قوی دفاعی ما باعث شده که به این امر رو بیاره و مطمئناً اگر این توان دفاعی ما ضعیف بشه، همین آمریکایی که الان ادعای مذاکره داره اصلا نیاز به مذاکره نمیره. پیام مردم در فجر 46م این بود که هزینه مقاومت در مقابل زورگویان کمتر از وادادگی و مذاکره با اونهاست. پوریا سلیمانزاده، خبرگزاری صدا و سیما. شب بخیر و خداحافظ.